جناب سروان نوکرتم، به آقاییتون ببخشین، به درجتون قسم اگه دیگه حیوانای منو رو آسمون این محل دیدین سر خود منو ببرید. دستوره، باید همش سربریده بشه. جناب سروان اینا همه بچه‌های منن، به خصوص اون زیر دام قهوه‌ایه. جون زنه، جون بچه. خدا میدونه گناه داره. جناب سروان نوکرتم، تو یه کاری بکن. به امام حسین دق میکنم، زمستون و تابستون رو پشت بوم میخوابم که یه دفعه دیگه در سلبان نشه. به قرآن دیگه هواشون نمیکنم. داشتم رفته بود آبادون بذاره واسهشون، در یادش میره ببنده. به قرآن دفعه برای تو یه کاری بکن. نو پس گناه داره، خدا رو خوش نمیاد. چون هستش توی کار ما در ضمن به خاطر ورود ایشون و به خاطر اینکه خستگیمون هم در بیاد میخوام براتون یه جوک تعریف کنم. آمادگیشو دارین یا نه؟ آره شما هم گوش کن. ولی شما هم گوش کن. بله بفرمایید. میگه در استرالیا گردبادی یه گاوی رو بلند میکنه، با سرعت میکنه به یه پنجره، میندازه روی میزی که یه زن شوهر مشغول سرد غذا بودن. شوهره بلافاصله میگه خانوم من میدونستم امشب گاو پلو داری. من چیکار کنم؟ شیر فرهاد چطوری؟ خیلی خوش آمدی، حالت خوبه؟ خیلی ممنونم و گویم که ای لیلون خانم. لیلون که خوابیده عزیز من این وقته. چقدر ایشون زود و خوابن، نوشت که صداشان وکنی. نه عزیزم، لیلون خوابیده. اگه حرفی چیزی هم داری به خود بنده بگو. و گویم که یک صحبتایی که باید به خودش وگویم. شما که امروز کتکتان آوزدید، یه چند کلمه و خواستم با خودش یه چیزایی وگم. ببین شیر فرهاد، ما شما دوتا رو گفتیم نامزدین، نگفتیم که هی با هم دیگه بشینین حرف بزنین صحبت کنین. هر وقت شرایط ما رو به جا آوردی، زندگی تو درست کردی، دست زنتو بگیر ببر خونتون، بشین تا آخر عمرتون با هم دیگه صحبت کنین.